سلام میگم، ولی بابام باید بهش بگم خداحافظ. 3 ماهه بابام نمیتونه نفس بکشه. من و مامانم تلاش کردیم که خوب شه، ولی نتونست. 1/10 محبتاشو نتونستیم جبران کنیم تو این 3 ماه. بابای من خیلی آدم بزرگی بود. اون بازیگر بود، بازی میکرد، ولی تو نقشاش زندگی میکرد. میومد خونه با تمام خستگیش ما رو میخندون. میدونین بابای من چرا انقدر زود رفت؟ چون درکش بالا بود، چون زیادی میفهمید. میدونین چرا رفت؟ چون قلبش مهربون بود، خیلی مهربون بود. همیشه به من میگفت الوا تو با همه مهربون باش، کمک همه بکن، هر کس بهت بدی کرد با خوبی جوابش. گفتم چشم، ولی من نمیتونم دیگه ببینمش، بمیرم براش که دیگه نمیتونه نفس بکشه. امروز صبح دیدمش، نتونست نفس بکشه. بابای من دیگه مثلش نمیاد. من تسلیت میگم به سینمای ایران. کسی به من تسلیت نگه، به سینمای ایران تسلیت بگه. خواهش میکنم بلند شین، فکر کنین بزرگ داشته آقای عبدیه براش دست بزنین.